یا علی ابن موسی. خیلی دلم واسهتون تنگ شده. هرچی تو زندگی من بد کردم شما خوب کردیم. بنده حدود 5-6 ماه میشه که رنگ و بوی مشهد و حرم امام رضا رو نچشیدم و دلم لک زده واسه یه زنده. خیلی دلتنگ سرمسرای حرم شدم. شاید دوست داشتی منو مشهد بودیم آقا جون. من دوست داشتم تو صحن و سرات باشم اما نشد. ای کاش من مشهد بودم هر روز به زیارتتون میومدم. هر هفته بهتون سر میزن. امیدوارم که امام رضا از همون راه تو هوامونو داشته باشه و همچنین هرچه زودتر ما رو بطلب و ما رو به خونش راه. خیلی دوست دارم.